تا حالا براتون پیش اومده که یه فکری بیاد توی ذهنتون اونقدر بچرخه تا کلافتون کرده باشه، یا یه جمله ای رو بارها و بارها توی ذهنتون مرور کرده باشین و جز کلافگی هیچ تأثیری نداشته باشه؟ اگه این اتفاق بارها و بارها در زندگیتون اتفاق میفته، در طول روز چندین بار براتون تکرار میشه، شاید پای یک اختلالی در میونه، اختلال وسواس فکری و عملی. سلام، من نیلوفر جاهدی هستم. اینجا کانال ذهن و زندگیه. امروز میخوایم در مورد اختلال وسواس فکری و عملی یا OCD صحبت بکنیم. امروز میخوایم در این ویدئو به این قضیه بپردازیم که وسواس فکری و عملی چی هست، راههای درمانش چیه و چطور میتونیم اون رو کنترل کنیم. لطفاً تا انتهای ویدئو با من همراه باشید. اختلال وسواس فکری و عملی یا OCD از دو قسمت اصلی تشکیل شدن. دو تا بخش اصلی دارن. افکار وسواسی اولین بخشش هست. افکار، تصاویر یا تمایلات ناخواسته‌ای هستند که وارد ذهن ما میشن، وارد مغز ما میشن به صورت ناخواسته و در پی این افکار ما دچار اضطراب میشیم. مثلا نشستیم و یک دفعه یه فکری به ذهنمون میاد که اگه درو نبسته باشم چی؟ اگه دزد بیاد چی؟ اگه برم بیرون و اتفاق بدی بیفته، با ماشین تصادف کنم چی میشه؟ اگه اتفاقی برای خودم یا خانواده‌ام بیفته چی؟ در پی این افکار مزاحمی که به ذهن ما وارد میشه، ما رو دچار تشویش و اضطراب میکنه. دومین قسمت رفتارهای اجباری هستند. یعنی این افکار مزاحمی که به ذهن ما میان و ما رو دچار اضطراب میکنن، ما برای کاهش این اضطراب‌ها دست به یک رفتارهایی میزنیم اجبارگونه. مثلا کسی که یک فکری میاد به ذهنش که نکنه دستم کثیف، آلوده هست، ممکنه مریض بشم، ممکنه بیمار بشم، دچار اضطراب میشه و شروع میکنه به شستن دستها. بارها و بارها این عمل انجام میشه. ما در این اختلال ها، یا مثلا شخصی که فکر میکنه ممکنه اتفاقی برای خودش، خانواده‌اش بیفته، شروع میکنه به دعا خوندن یا شمردن، مثلا 1 تا 10 میشماره، یه رفتارهایی رو انجام میده که در پی اون اضطراب ناشی از اون افکار کاهش پیدا میکنه. ما این رفتارها رو انجام میدیم تا اضطراب کم شه. نکته مهمی که وجود داره این هستش که افرادی که این افکار مزاحم و ناخواسته وارد ذهنشون میشه و اونها رو مضطرب میکنه و در پی اون رفتارهای تکراری که انجام میدن خودشون میدونن و مطلع هستن که این رفتارهای غیر منطقی هستن. و تفاوت اصلی بین اختلال وسواسی و شخصیت وسواسی، اختلال وسواسی و شخصیت وسواسی OCPD این هستش که در اختلال وسواسی فرد خودش متوجه هست و میدونه که این رفتارهای غیر منطقی هستن و به دلیل اینکه نوروترانسفرهای مغزش، پیک‌های عصبیش از تعادل خارج شده، در نتیجه فرد رفتارش هم رفتارهای وسواسی شده. این افراد خودشون با پای خودشون مراجعه میکنن و خودشون هم از این رفتارهای وسواسگونه ناراحت هستن به دلیل اینکه پیک‌های عصبیشون در واقع به هم ریخته، از تعادل خارج شده و خودشون متوجه قضیه هستن و به دنبال خودشون مراجعه میکنن و به دنبال درمان اون هستن. اما در شخصیت‌های وسواسی، در شخصیت‌های وسواسی پیک‌های عصبی یا نوروترانسفرها هیچ از تعادل خارج نشده و کاملا طبیعی هستند، بلکه در چهارچوب باورها و رفتارهاشون شخصیت‌های وسواسی، رفتارهای وسواسی انجام میدن. یعنی در باورهاشون هستش که ما خیلی مناسبیم، خوبیم، بقیه خیلی کثیفن، ما تمیز هستیم و مشکلی خودشون ندارن، اطرافیان رو آزار میدن.
در اختلال وسواسی که پیک‌های عصبی از تعادل خارج شدن نیاز به دارو درمانی وجود داره و فرد باید دارو بگیره تا پیک‌های عصبی و نوروترانسفرهاش به تعادل برسه. اما در شخصیت‌های وسواسیش اولا اینکه خودشون مراجعه نمی‌کنن چون هیچ اجباری نمی‌بینن و دیگران رو اذیت می‌کنن، خودشون هیچ مشکلی وجود نداره و از شرایط هم خیلی راضی هستن. اونها فقط باید باورهاشون تغییر بکنه، دیدگاهشون عوض بشه، به دارو درمانی نیاز ندارن. این افراد باید روان درمانی بشن و CBT برای اونها صورت بگیره. ما میخوایم در مورد اینکه اصلا چرا وسواس فکری و عملی به وجود میاد و علت و ریشه اون چی هست و چرا به وجود میاد بررسی بکنیم. علت دقیق این اختلال وسواس فکری و عملی OCD مشخص نیست به صورت دقیق، اما ریسک فاکتورهایی داره که بررسیش میکنیم. یکی از این عوامل ژنتیکی هستن. بررسی ها نشون داده در افرادی که در خانواده متولد شدن که احتمال که اختلال وسواس فکری و عملی در اون خانواده بالا بوده، احتمال اینکه فرزندان اونها هم به این اختلال دچار بشن 3 تا 5 برابر هست نسبت به افرادی که در خانواده‌ای که این اختلال و سمپتوم های این اختلال رو ندارن بیشتره. دومین عامل همین ترانسفرهای یا پیک‌های عصبی هستند که از تعادل خارج میشن. مثلا سرتونین در این افراد کاهش پیدا میکنه، در نتیجه باعث میشه که تعادل از بین بره و این اختلال بیشتر بشه. تجربه های زندگی که دیگه از این عوامل هستش که در به وجود اومدن این اختلال دخیله. شرایط اضطرابی که فرد در زندگیش تجربه کرده، تجربه های ناگواری که تجربه کرده و یا والدین سختگیرانه که سبک سختگیرانه ای داشتن و در اون خانواده پرورش پیدا کرده و پدر و مادرش الگوهای وسواسی رو در اون خانواده پیاده کردن و سختگیرانه و کمالگرایانه از کودک هم همین رفتارها رو انتظار داشتن. چهارچوب و باورهای اون کودک به این شکل صورت گرفته و در نتیجه وقتی که بزرگ میشه یا همون در دوران کودکی هم بعضی از بچه‌ها این نشونه‌های از این اختلال رو نشون میدن. اما نکته‌ای که وجود داره، ما نمیتونیم به هر کسی که چند نمونه از این اختلال دیده میشه برچسب اختلال بزنیم، بلکه باید به گونه‌ای باشه که فرد احساس بکنه که عملکردش دچار اشکال شده. مثلا ساعت‌ها میشینه و به یک موضوعی فکر میکنه و اینکه مثلا حالا درو نبسته، هی بلند میشه چک میکنه، میشینه اضطراب میگیره، دوباره بلند میشه چک میکنه. ساعت‌ها این قضیه یا حالا مثال‌های شبیه به اینها، یا اینکه مثلا ممکنه اتفاقی واسه خودم یا خانواده‌ام بیفته، نکنه من بیرون برم اتفاقی واسه خودم بیفته یا به کسی آسیب بزنم، باعث بشه که فرد حتی از خونه هم خارج نشه، چون در پی اون فکری که به ذهنش اومده که من اگه از خونه برم بیرون ممکنه به فردی آسیب بزنم، دچار اضطراب میشه و عملکردش مختل میشه و اصلا از خونه ممکنه خارج نشه. در این صورت و زیر نظر روانپزشک که تایم مشخصی رو بررسی میکنه، در این صورت میتونیم اختلال رو علاوه بر این که عملکرد فرد دچار اختلال میشه و خب کارهاش نمیرسه، دچار کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس میشه، فرد در واقع کارهاش به اختلال میرسه. در نتیجه باید ببینیم که حالا روش‌های درمانش چی هست و چطور میتونیم اون رو کنترل بکنیم. در افرادی که اختلال وسواس فکری و عملی داشتن، دارو درمانی اولین قدم هستش که نوروترانسفرهاشون به تعادل برسه، که با داروهای SSRI ها میتونیم اون رو به تعادل برسونیم و سطح سرتونین بیاد بالا. دومین کاری که انجام میشه نوروتراپی کردن هستش که با دستگاه TDCS انجام میشه. در افرادی که هم اختلال وسواس فکری و عملی دارن و هم شخصیت وسواسی دارن، روان درمانی برای اونها بسیار جواب میده که به سبک CBT هست.
نوع خاصی از CBT که ERP هستش بسیار میتونه کمک دهنده باشه و در این اختلال یا اختلالات دیگه‌ای از روان پزشکی ترکیب روان درمانی و دارو درمانی کمک فوق‌العاده زیادی میکنه به این افراد که ترکیب این دو در کنار هم فرد رو میتونه سریعتر به اون هدف برسونه. نکته‌ای که وجود داره این هستش که فرد از سمت دوستان و خانواده مورد حمایت قرار بگیره و از اینکه حس بکنه مورد قضاوت قرار نمیگیره و درک میشه و دوستان و خانواده در کنارش هستن، بسیار میتونه اون رو در مسیر بهبودی کمک بده و کمکش کنه و در کنارش بودن همیشه میتونه اتفاقهای خیلی خوبی رو براش رقم بزنه. OCD یک اختلال جدی و مهمی هستش. همونطور که گفتم بسیار زندگی افراد رو تحت تأثیر قرار میده و از روند طبیعیش خارج میکنه و با یه جمله‌ای که خودش خوب میشه، مشکلی نیست، به راحتی حل میشه، نمیتونیم اون رو فراموش بکنیم. اگه خودتون یا افرادی رو میشناسین که یه نشونه هایی از این اختلال دارن، بهتر از زودتر با یک روانشناس یا روانپزشک مشورتی صورت بگیره و روند بهبودی سریعتر انجام بشه. اگر این ویدیو براتون حائز اهمیت بود و نکاتی داشت که به دردتون میخورد، لطفاً منو همراهی کنید تا در ویدیوهای دیگه اختلالات دیگه ای رو مورد بررسی قرار بدیم و بتونم در کنارتون باشم. موفق باشید.